یک مسئله داغی که گفتن از تحصیل گرفته شدن دختران بود و از سن بر وقتی حال هنوز به بلاغت نرسیده به شوهر دادن دخترها بود که سر دولت گفتن و به نزدیکی شاید ماه قبل قانون قبول شد، قانون نو درباره حتمی گرداندن تحصیل در صنف‌های 10 و 11. یعنی دیگر از صنف نو آزاد نیست. اگر هم از صنف نو نخواهد در مکتب در مؤسسه تعلیمی نخواهد تحصیل را ادامه دادن و باید به یگان کالج یا مؤسسه هایی که کسب و هنر باید آموخته شود رود. درست چی مثلا معلم شما برای مردم برای جامعه گوید که چی کدام عامل ها سبب شد که این قانون را دولت قبول کرد؟ بسیار خوب شد که در سال جاری به قانون درباره معارف این تغییرات وارد گردید و این قانون باعث پیشگیری کردن چنین عملها میگردد. اصلا فکر کنیم این با تحصیل فرا گرفتن دختران حتمی است. مشخصا یک چیز دیگر رو بپرسم در مورد کودکان، چون شما نماینده وزارت معارف هستید با خوانندگان مکتب که سر و کار دارید. سرور دولت مخصوص تاکید کردن که رفتن زنها به حج مخصوصا با همراه بردن کودکان زیاد شده است. کودکانی که حتی ببینید در مرحله خواندن این مکتب اونها را گرفته میره، یعنی که هنوز او خواننده مکتب است، تحصیلش جریان دارد، ممکن نیست از تحصیل باز ماندن و درست علیرغم تمام قانون ها میبرند و کودکشان همراه میبرند. در مورد این حالت ها مشخصا میگفتید که در وزارت معارف چه چاره بینی ها شد و آیا یگان رید یعنی یک سنجش ها گذرانده شده است در این مورد در مکتب ها؟ بله، عیناً همین مسئله که در این روز بسیار داغی رو شده ایستاده است، از تحصیل دور مونده گرفته با همراهی پدر و مادر با همچون ویزای توریستی گرفته به حج رفتن اونها یک مسئله حل طلب شده ایستاده است. دایر به این مسئله بسیار چاره ها دیده شده ایستادند. با شعبه های معارف مخصوصا خیلی خواننده ها رو به حساب گرفته ایستادند که با آنها کارهای فهماندهی برند و در این سمت بی‌طرفی را اختیار نکنند و شماره آنها عمیق شده ایستاده است و با آنها صحبت ها گذرانده ایستادند. اصلا گیریم اسلام به ذات خود ندارد عیب، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. گفته است محمد اقبال لاهوری که حق است و راست. وقتی که دین ما مسلمان ما به دین اسلام رو آورده ایم باید اون رو به حد افراد نرسانیم. شما گفتید خانه به خانه کارهای تشویقاتی گذراندیم، درست؟ اونها بیشترشون سبب از مکتب گرفتن دختران رو چگونه شرح میدن؟ چه سبب پیش میارند؟ که چرا مثلا سوال داده میشود که شما چرا دخترتون رو نگذاشتید تحصیل رو ادامه دهید؟ اونا چی میگن؟ بیشتر مثال های عادی آورده میتونیم. وقتی که با والدان صحبت میکردیم اونها میگفتن که دختر چی بخوندن است چی؟ اونها در دل خود ترس داشتن و وهمه داشتن که وقتی که دخترشون با تحصیل فرا گرفته شود و از خانه برآید ممکن که به بی‌خطری او یگان ضرر رسد.